این هفته خبر تو خبر داره براتون. از مخمسه بازجویی از دانشمندان هسته‌ای نظام و دلواپسی بازجوهای سابقه دار از آخر و عاقبت این زهرخوری. بر اساس پروتکل الحاقی و دسترسی‌های بیشتر ما بگیم اجازه باید بدیم بیان باش ازش بازجویی بکنن. خب اگر این رو نخبگان دیگه ببینن به این صورت باش برخورد بشه و امثال این آدم باشون به این صورت برخورد بشه، دیگه کسی تو موشکی میاد کار بکنه؟ کسی تو هسته‌ای میاد کار بکنه؟ اما بعضی از دلواپس‌ها از این هم دلواپس‌تر شدن و شرایط زهرخوری رو با سرنوشت بازرسی‌های عراق مقایسه می‌کنن. از اونجایی که امریکا چند سال پیش و بعد از کلی بازرسی از مراکز نظامی عراق به وسیله همین جاسوسی ها به عراق حمله کرد و 22 روزه عراق رو فلج کرد و شکست داد، مهدی محمدی همین هفته گفت عجیبه که تیم مذاکره کننده ما حتی بازرسی هایی فراتر از بازرسی ها از عراق رو پذیرفته. از اون طرف سرتیم جام زهری های نظام که این اولاغ چی باشه میگه ما یه راه حل در آوردیم که هیچ کدوم از اسرار نظام لو نره. حتی شما میتونی بازرس رو چشماشو ببندی از بیرون مرکز، از توی خیابون چشماشو میبندی، همه وسایلش رو ازش میگیری، دوربین، نمیدونم هر چی که داره، موبایل، هر چیزی، چشم بسته میبری در همون نقطه‌ای که خودش خواسته. در اون نقطه چشمش رو باز میکنن، جی پی اس در اختیارش میذارن که کنترل بکنه که مختصات جغرافیایی آیا همونی هست که خودش داده بوده به ما یا نه. این هم کامنت یه دلواپس به اولاغچی که گفته خودتو میخوای خر کنی یا ما رو؟ آخه وقتی طرف عکس هوایی و جی پی اس داره دیگه چشم بستن چه کوفتی رو دوا میکنه؟ اون گفته من میخوام این ورقه رو ببینم. خب شما میایین چیکار میکنین؟ شما میگین خیلی خب من تو رو میبرم اونجا اون ورقه رو ببین. با هواپیما میبرم، با ماشین میبرم، چشمتو میبندم میبرم. حالا اینا رو من کاری ندارم، ولی چشم بستن که اونجا معنی نداره، برای اینکه اون مختصات جغرافیایی داده. وقتی مختصات جغرافیایی جی پی اس بهت داده بره بازرسی، دیگه معنی نداره تو چشمتو بالا ببندی و اونجا که. این وسط این سردار سرتک تک پرتابم فکر کرده با زور زدن و گلوپاره کردن میتونه بادکنک پنچر ولایت رو باد کنه و مخ بسیجی‌ها رو بریزه تو کاسه. قدر قدرت در این کشور انباشته شده است که میتواند با هر مقیاسی از جنگ با هر قدرتی در تراز قدرت آمریکا بجنگد و پیروز شود، نه آسیب ببیند، بلکه دشمن را با بحران جدی در امنیت و در سیاست مواجه کند. از قدیم گفتن سنگ بزرگ علامت نزدنه. آخه وقتی زورش رو نداری چرا اداشو در بیاری که بعد ضایع بشی؟ این حجت الاسلام شوت هم توی این هیروبیر برای حل مشکل بیکاری یک راه حل ولایت پسند رو میکنه. البته خود کثرت جمعیت هم ایجاد شغل میکنه ها. بله چون الان بعضیا میگن که آقا ایناش که هستن کار ندارن. هی ما میگید اولاد، چون مقام معظم رهبری فرمودن برای توصیه کنید برای فرزنددار شدن، اینا که داریم و کار بهشون بدیم. من میگم آقا وقتی اون زیاد شد کارم زیاد میشه. او که زیاد شد مهد کودک میخواد، مدرسه میخواد، پس معلم میخواد، پس لباس میخواد، خورد و خوراک میخواد. وقتی شما دایره جمعیت رو محدود کردید در واقع مسکن نمیشه، بنایی نمیشه، ساختمون رکود پیدا میکنه. این هم یه اعتراف مدل 94 از دلقک خمینی که میگه دینداری ظاهری آخوندا فقط مال الانه، وگرنه تقی به توقی بخوره دیگه عبا و عمامه فراموششون میشه. یه وقتی من تو تلویزیون گفتم آقای قرائتی به 3 تا 2 ریال میارزه. اون زمانی که 2 ریال مینداختن تلفن کردن، گفتم 1 2 ریال زدن. الو بفرمایید. آقای قرائتی بله. این از این شب جمعه بحث‌های تلویزیون شما قطع شد. 2 ریال دوم. الو بفرمایید. نهضت سوادآموزی هم در آموزش پرورش ادغام شد. تو مسئولیتی نداری. تلفن سوم. الو بفرمایید.
حفاظت سپاه پاسداران این ماشین و حفاظتی که به شما دادیم تا 48 ساعت تحویل بدید. بذار 3 تا تلفن به من بشه بعد ببینم من دین دارم یا دین ندارم. ما الان تو سرازیری رو دین داریم. تو سرازیری هر بشکه BMW. بله داره میگه نگاه به عبا و عمامه آخوندا نکنید، به محض اینکه ببینن اوضاع خطریه همه چی رو میذارن کنار رو میرن تو کار انعطافی. اگه اهل